و راحت باشید. هر یکی ما و شما در روشی حیات زندگی میکنیم. حیات از آن است که ما هنوز در عرش خدا همچون روح بودیم، ثانی به بطن مادر آمدیم در 4 ماهگی، بعد چند ماه تولد شدیم، باز به عالم تگ زمین می رویم. از آنجا باز وقتی که کیهان به هم می آید، یعنی که روش وسیع شوی او بر هم خورده، باز در یک نقطه جمع می شود که او را به زبانی حکمت قیامت می گویند. و باز ما به جایی می رویم که آن را بهشت می گویند. هرچی که خواهش انسان است عملی می شود و به دیدار خالق یکتا می رسیم. انا این را حیات ما و شما می گویند. ولی زندگی انا همین زندگی است که ما حالا در روی زمین کرده ایستاده ایم. زندگی که در روی زمین کرده ایستاده ایم. و این زندگی چه خیلی که مردم ما میگویند پستی و بلندی دارد، خوشی و ناراحتی دارد، توی تماشا و مرگ و ممات دارد، بیماری و صحتی، تاریکی و روشنی و حالتهای گوناگونی که ما هر روز چی با خودمان و چی با مردم میبینیم. همان برد میکند که اگر خودش را از دست ندهد، اگر روش را پره ببیند، همان برد میکند که اگر از اول تا آخر صبر کند، طاقت کند و عقل را استفاده برد و گوش کند، آموزش کند، یاد گیرد، عمل کند، دستگیری کند. و روز تا روز کاملتر و کاملتر شود. اون پرابلم هایی که ما امروز روبرو میشویم، شما فکر نکنید که فقط با ما و شما میشود. شاید در عصرهای گذشته کسی هم به این روبرو شده بود. شاید 1000 سال پیش این کارها شده بودند. شاید در یک دولت دیگر حاضر مانند ما و شما یک کسی هست که انا همین خیلی مشکلات ها دارد. کدام اینها برد میکند؟ همانی که با عقل کار میکند، مصلحت میگیرد، دانش جمع میکند آینده آن مسئله ای که در پیش او ایستاده است و پی در هم قدم به قدم پرابلم های خود را حل کردن میگیرد. مهم قدم زدن است. مهم یک قدمی که شما به سوی سلامتی میزنید، انا همون مهم است. یک قدمی که به سوی حل مشکلات های خود میزنید، انا همون مهم است. و آهسته آهسته روز تا روز میبینید که شما فتح کرده اید. آن مسئله ای که شما را ناراحت میکرد یا که مسئله بود که باید حل میکردید آن را، ولی بدانید زندگی آدم این حل کردن مشکلات ها، گذشتن از هر مانع ها هست. آخران مانعی که آدم گذشتنش مشکل است، این مرگ است. همین را هم بینید، علم حاضر زمان بسیار چیزها را یافته است و خداوند امکان می‌دهد چنین آدمان را که سبب دراز عمری یا کوتاه عمری آدمان شوند. یک خود پنیسیلین که 1940 اختراع شد،
10 سال عمر بشریت را زیاد کرد. چشمان خود بپوشید، آواز ما را نغز گوش کنید، قامت خود راست بگیرید، سر شما باید راست باشد و ما و شما به دنیای باطنی خود وارد میشویم. آن دنیایی که در درون ما و شما هست، آن دنیایی که ما چقدر وقت آن را پر کرده ایم. آیا ما در آنجا درد را جمع نموده ایم؟ ما در آنجا غم و اندوه را، ترس را، مهر را، محبت را، خفگی را یا غضب را یا روح افتادگی یا فکرهایی که معنی نمی کنند یا اینکه پیش نظر را ناراحت کرده ایم یا حسیات را بیدار ساخته ایم. یعنی یک قسم وینه سر را ما آنقدر ناراحت کرده ایم که دیگر معنی نمی کند، نمی فروید از حالت انگیزه، از حالت عصبانیتی و حالت آرامی و بازداری. پس ما و شما امروز کاری میکنیم که خودمان را جمع کنیم، وجود خود را به دست بگیریم و فتح کنیم زندگی خود را. کشتی زندگی ما و شما سلامتی است. ما از دریای زندگی با واسطه کشتی سلامتی میگذاریم و آنچه که با ما و شما میشود نوشته شده است و فقط یک چیز آن را میتواند بهتر و خوبتر کند، این دعا است که در آخری سکوت دعا، یعنی نقشه خود را ما به قلب خود میپرتاییم تا از دریچه آن به شعور کیهان برود، یا اینکه به آسمان میپرتاییم تا که با واسطه این راه به عرش خدا برود و ما مناجات کنیم و نجات یابیم. آرامی، هیچ چیز ما و شما را خلل نمیرساند. ما در پناه و امنیم و با نام کسی سر کرده ایم که همه کارهای ما از اوست. با نیت شفا نشسته ایم و خود را در بین معینه سر گرفته آرام شده ایم. آرام شوید. ما و شما هوش هستیم. این هوش ما هوش اجتماعی است. ما جمعیت را و طبیعت را میشناسیم. این هوش ما را در مکتب ساز میکنند و با وجود میارند و انکشاف میدهند. و اگر چقدر ما در مکتب درس بخونیم، چقدر دانشکده های کسبی را بخونیم، چقدر ما با عالمان صحبت کنیم، همانقدر این دنیای سه چینکه را میفهمیم. این دنیا با هوش انا همین سه چینکه ما فهمیده میشود. این هوش سه چینکه ما در دیگر عالم هایی که حیات است از ما و شما لازم نیست. آنجا هوش دیگر است، آنجا شعور دیگر است. داده شده اید به حالتی که شما را فرا میگیرد. حالتی از حالت آرامی، حالتی از حالت مخصوص معینه سر، حالتی که یک قوه از بدن شما میگذرد، همه سیاهی و زمینی شما را ترک میکند. بدن خود را به حال خود گذارید تا خودش را صحت کند. قوه جاذبه زمین بدن را همه وقت میکشد. ما حس میکنیم که قوه جاذبه زمین مانند آهن ربا است، از درون ما همه سیاهی و زمینی را میبرد و نور عجیب گرم و فارم از آفتاب به بدن ما وارد می شود و هر بار ما نفس میگیریم بدن سبک شده، گردش خون درست، التهاب و گزک و اسپلینی ها برهم میخورند و آهسته ما حالت سلامتی خود را میگیریم. داده شده اید به حالتی که شما را فرا میگیرد. شعور کیهان بخشاینده است و ما و شما امروز نور و روح و قوت و سالمی میبخشد. ما آن را باز در خود جمع میکنیم. تاری سر خود را حس کنید. تاری سر ما و شما
چنان است که ما آن را دایره‌چه حس میکنیم. این دایره‌چه وسیع شده وارد آن نور عجیبی می شود. اول بسیار وقت در زندگی، در مشکلات ها، در استرس ها، در هر چیزی که با ما و شما می شود، این راه روحی پچخ می شود. مانندی که تاجیکای ما میگویند که ناف درون رفته یا که دل افتاده. در اصل ناف در جایش ولی روح اون می افتد. میدان مگنیتی او عوض می شود. دل هم در جایش است ولی راه روحی میدان مگنیتی او عوض می شود. آهسته آهسته با دست خیال خود تار سر خود را، پچقه آن را که راه روحی آن در نتیجه فشارهای گوناگون شده است راست میکنیم. گویا که ما موری پیچکه را که از آن دود میبراید، ما آن را دوده اش را تازه میکنیم. خشتهای کج شده و از جا به جا شده را درست میکنیم. همینطور ما راه روحی تار سر خود را که به رحمان پیوسته است، یکی از صفتهای پروردگار، ما آن را راست میکنیم. قوت عجیب ما و شما را فرا میگیرد که ما پیشانه خود را حس میکنیم. در پیشانه نوری است که آن را نور محمدی میگویند. در اینجا فکر هست. این راه روحی گشاده می شود مانندی که شما تیریزه ای را می کشایید و شکل آن شکلی بریلیانت، یکی از روبین، یکی از آن سنگ های قیمت بهایی که لعل می گویند، لعل بدخشان در پیشانه هست. بهترین فکرها را می گذراند. آتشین لعلی که تاج خسروان را زیور است، اختر است بهر خیال خام پختن در سر است. این نور فکرهای بیهوده را میزند. ما با واسطه این مرکز فکر رانی را یاد میگیریم. از این رو سر کرده فکرهای خوب، فکرهای صحتمند ما و شما را فرا میگیرند و ما با دیاپازون فکرهای نیک، فکرهای سازنده و پوزیتیو راست شده ایم. هر زمان آنها که در بیرون یک دیاپازون فکرهای سازنده هست که بعضی خلقها آن را به دست در آوردن و هر روز نوآوری، هر روز تکنیکه های نو استحصال انکشاف میدهند، ما هم به همان چیزی که بسیار سازنده است، زندگی ما را به کلی عوض کننده است و آینده ما را نیک کننده است راست میشویم. حس کنید که چطور شما این نور را در معینه خود وارد میسازید و این نور پیوست است به اسم خداوند النور. آن را 20 تکرار کنید. در فضای اطراف زمین، در فضای اطلاعاتی کره زمین نوسفر است، یک سفر عقلی. در آنجا تمام عقلهای آدمان پیوست هستند. این را اینترنت طبیعی هم میگویند. در آن پیوست شوید و فکرهای صحت کننده و سازنده و فکرهای نیک و خوب و سالم هر روز به خود بگیرید و یک یاد نام خدا یا نور. روی خود را حس کنید. روی انسان به اسم خدا جمیل پیوست است. یا جمیل بگویید در دل خود، در زبان قلب خود
تا که شما حس کنید که پوست روی شما رو دیگر میکنن و پوست روی شما روی آدم صحت و روی آدم مومن یعنی با تبسم رو میگیرد. از این رو سرکرده شما دائم با تبسم هستید. تبسم واسطه آن است که ما و شما با آدمان مناسبت میسازیم. یعنی تبسم معنا دارد که من دشمن تو نیستم، من به تو خیرخواه هستم. و سبب حاصل شوی داروهای زیاد در معده سر می شود. اول تبسم را در باطن خود یاد گیرید که این ویزیت نه یک کارتچکه‌ای شما شود که هر کجا روید شما را تبسم شما معرفی کند. مومن با تبسم است. تکرار کنید اسم ذات را، الجمیل یا جمیل یا جمیل. پوست روی کسلمند را از ما و شما فرشتگان میگیرند. ما با چشمان خود که آنها پیوست هستند با اسم ذات البصیر، وقتی که این اسم رو ما تکرار میکنیم چشمها گردش خونشان درست میشود. ما دنیا رو گویا رنگ کرده میبینیم، دنیا بزیب میشود، آسمان رو رنگ کرده میبینیم. مانند آن که تلویزورهای نوی هستند که بسیار رنگه نشان میدهند، همینطور تلویزور معینه سری ما بسیار دنیا رو رنگین نشان میدهد. ما سه رنگ سرخ، سبز و کبود را در تابش های میلیونی آن بسیار روشن میبینیم. چقدر خوب و نغز نشسته. گوشهای ما صداهای کارهای خوب و خبرهای خوب را میشنوند. از سمیع یا سمیع بگویید تا گوشهای شما شنوا و خوب و قلب آدمان را بشنوید. قلب خودتان را بشنوید. چقدر خوب و نغز نشسته اید. آزاد و آرامید. آسوده و دم گرفته اید. نام خدا را میگیرید یا خدا میگویید تا گلوی شما گشاده شود. خفگی میرود و ما کمونیکاسیون باطنی ما، گفتگوی باطنی ما با شعور کیهان با گلو هست. از زندگی راضی باشید تا که آن گشاده شود. از هیچ کس خفه نباشید. ببخشید. آنقدر ما در مقام خیلی بالایم که سخن ما به عرش خدا میرسد. سری دل خود را حس کنید که ما برای آن که باور کنیم ما اول باید پر از مهر باشیم. یا مهربان میگویید تا که شما خودتان مهربان شوید. مهر را در سر دل حس کنید. قوه را حس کنید. مهر بهترین قوه است. مهر آدم را از ضیقی، از ترس
از مشکلات های زیاد، از ناامیدی میبرارد. دوست داره تا دوست داشته باشه. و بگویید یا مومن، صاحب باور، یا صاحب باور. و شما باور میکنید به خودتان که می توانستید صحت باشید، خوشبخت باشید، موفق باشید، پیشرفته باشید، خانه خود را آباد کنید، وطن خود را آباد کنید. اون استعدادهای شما بیدار می شوند. در این حالت قواهای زیادی شما به خون پرتافته میشن که صحت و صحت شدن میگیرید. قواهای زیادی معنی سر و کار میدونن که سبب پیشرفت زندگی، گشایش کاری شما می شود. و قلب ما به نور خدا پیوست میگردد. امروز این قوه در شما هست. می توانید آن را استفاده برید. می توانید در زندگی خود، در باوری خود، نسبت خود، نسبت دیگران، نسبت وطن، نسبت دولت، نسبت علم، نسبت عملهای خود و نسبت خدا البته باور کنید. نور عجیبی از بدن می گذرد. شکم خود را حس کنید که در آن عضوهایی که حل کننده هستند. در آنجا صبر است. بگوید یا صبور و یا صبور. صاحب وقت، خداوند صاحب وقت است. زندگی خودش از وقت عبارت است. پس صبر کنید و با تقوا باشید و عمل کنید و انتظار کارهای خوب شوید. نافی به درون در آمده شما رو با دست خیال ما بازساز میکنیم. خیلی که پیش طبیبان کلاسیکی ما میگفتن نافش را برداشتیم. شما حس کنید که استرس های زیاد ناف را پچق کرده بودن، مگنیت او را ناراحت کرده بودن. شما آن را باز در جایش گذارید. و بیشک بدانید که خدا ما و شما را میشنود. خدا ما و شما را میبیند و میفهمد. زیر ناف راه روحی فراست است که ما همه وقت حس میکنیم که کاری خوبی با ما و شما میشود. ما همه وقت انتظار کاری خوب هستیم. بگویید الحکیم یا حکیم یا حکیم، تا هم عضوهای جنسی و هم فراست شما و قوت شود. بی‌ترس از فراست مومن. احتیاط کن از فراست مومن که با نور خدا پیوست است.